سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم امروز با موضوع سیگار برگ های برتر سال 2023. برای اولین بار سال 2004 بود که مجله سیگار افیشنادو اومد و یه لیست 25 تایی داد از سیگار برگ های برتر سال به عنوان تاپ 25 و بعد از اون هم در سالهای بعد کسای دیگه که تو صنعت سیگار برگ بودن همین کار رو کردن، ولی در حال حاضر معتبرترین و معروفترین لیست همین لیست سیگار افیشنادو هستش. واقعیت اینه که کمپانی سیگار افیشنادو و بقیه کمپانی هایی که میان این لیست ها رو میدن بیرون در واقع بنگاه های پولسازی هستن و باید پول بسازن، بنابراین واقعیت خیلی براشون مطرح نیست و به احتمال 99% خیلی از این جایگاه های که انتخاب میکنن برای سیگار برگ ها رو از قبل میفروشن به برند های مختلف. بنابراین قبل از اینکه من شروع کنم این لیست رو به شما معرفی کردن، این ذهنیت رو داشته باشید که این لیست 100% یک لیست درستی نیست و بر پایه واقعیت نیست و به احتمال 99% بیشتر این جایگاه ها فروخته شده توسط مجله سیگار افیشنادو یا بقیه کسایی که از این لیست ها درست میکنن. بریم با هم سیگار شماره 1 رو ببینیم. سیگار شماره 1 فونت اوپوس ایکس ریزروا د شاتو با قیمت پیشنهادی $19 که بعید میدونم کسی بتونه به این قیمت پیداش کنه. حداقل اگه که خوش شانس باشید بتونید پیداش کنید. شاید از هر 1000 نفری که علاقه‌مند باشن این سیگار رو پیدا کنن یه نفر بتونه پیداش کنه، اون هم حتما به قیمت 2 برابر میتونه پیدا کنه، حدوداً $40. من این سیگار رو کشیدم، مسلماً جایگاه شماره 1 رو نمیتونه داشته باشه، اصلا به سختی شاید بتونه تو 25 تا سیگار برتر سال قرار بگیره، ولی خب همونطور که میدونید فونت برندیه که به تبلیغات خیلی اهمیت میده، خیلی خرج میکنه برای تبلیغات و مسلما این جایگاه رو هم 99.99% خریده و جای سیگار فونته اینجا نیستش. سیگار شماره 2 پادرون سری 1926 شماره 48 مادورو، سیگار خیلی خوبیه، سری 1926 شماره 48، ولی اون هم مسلما جایگاه دوم رو نمیتونه داشته باشه. یک مطلبی که هست اینه که سیگار افیشناده اومده سیگارهای کوبایی رو با سیگارهای غیر کوبایی که بقیه دنیا بهشون میگن نیو ورلد سیگارز، اینا رو با هم قاطی کرده و همه رو با هم بهشون نمره داده. مسلما با وجود سیگارهای کوبایی سیگاری مثل پادرون هیچ وقت نمیتونه که سیگار شماره 2 سال باشه، ولی به هر حال سیگار بدی نیست. این رو من میذارم تو لیست که حتما اینجا با هم بررسیش کنیم. سیگار شماره 3 اولیوا سری وی ملانیا تورو. حتما همتون میدونید که من خب طرفدار اولیوا هستم، مخصوصا سری وی ملانیو، ولی جایگاه سوم حتما بهش نمیرسه. خیلی سخته که این جایگاه رو به دست آوردن. شاید اصلا تو ملانیوها بهترینشون با توجه به قیمت روبوستوش باشه نه سایز توروش. این هم به نظر من جایگاه درستی نداره در این لیست. شماره 4 راکی پتل ALR Second Edition تورو. این سیگار رو من کشیدم. سیگار بدی نیست، ولی تو 10 تای اول باز هم جایگاهی نداره. حتما این رو میذارم تو لیست که یک بار اینجا با هم ریویوش کنیم. راکی پتل با اینکه پشت سرش حرف و حدیث زیاده ولی گاهن سیگارهای بدی تولید نمیکنه. شماره 5
ایپی کاریو آلیجنس کانفیدانت. این از اون سیگارهایی که من نکشیدم ولی راجبش ریویو خوب زیاد خوندم. البته بعید میدونم که این هم به جزو 10 تای اول میتونست باشه. اینم میذارم تو لیست. جالبیش اینه که این رو هم خودش تولید نمیکنه، این رو میده اولیوا براش تولید میکنه. این رو میذارم تو لیست، حتما اینجا با هم ریویوش کنیم. شماره 6 پارتاگاس سری پی نمبر 2 که سیگار کوبایی پارتاگاس هستش. سری آلفابت پارتاگاس تا سال 2005 هیچ چیزی به غیر از پارتاگاس سری دی نمبر 4 نداشت و بعد از اون بود که شروع کردن به گسترش دادن این سری. این سری پیش رو هم من نکشیدم و نمیدونم که چجوری هست، ولی خب احتمالا باید سیگار خوبی باشه. سیگار شماره 7 Black End Cigars M81 by Drew Estate Corona. این از اون سیگارهایی که من نکشیده به شما میگم که سیگار خیلی جالبی نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا وقتی سلبریتی ها میرن قاطی میشن با یک مشروب سازی، با یک سیگار سازی چیزی، معمولا اون محصول نهایی خیلی محصول با کیفیت و های اندی نیست. بیشتر اون محصول سعی میکنه به خاطر اسم اون سلبریتی فروش کنه. و این سیگار هم چیز جالبی که داره اینه که در واقع 3 تا شخصیت حقیقی و حقوقی مختلف با هم جمع شدن و در واقع این سیگار تولید شده. نفر اول که یا شخصیت اول بلک اند که در واقع همون بلک اند ویسکی هست. بعد میگه M81 که M81 اشاره میکنه به جیمز هتفیلد که همونجوری که میدونید ترانه‌سرا، گیتاریست و یکی از بنیانگذاران بند متالیکا هستش و خب سیگارسازی درو استیت. این 3 تا شخصیت حقیقی و حقوقی با هم جمع شدن و این سیگار رو دادن بیرون که به احتمال خیلی زیاد 99.99% سیگار خاصی از این بیرون نخواهد آمد. ولی من اینو میذارم تو لیست که اینجا با هم امتحانش کنیم ببینیم که چی هستش. سیگار شماره 8 الک برادلی پرنسادو تورپدو. اینم سیگاری که من نکشیدم، میذارمش تو لیست اینجا. ولی الک برادلی جزو 10 تای اول خیلی بعیده با وجود پولهای کوبایی، با وجود دویدوف. جالبه بهتون بگم که تو این لیست 25 تایی شما یک دونه سیگار از دویدوف نمیبینید. شماره 9 لا آروما د کوبا می آمور بلیکوسو. لا آروما سیگارهای خوبی تولید میکنه. شاید با توجه به قیمتش ما بتونیم بگیم که توی لیست 25 تایی یه دونه لا آروما قرار بگیره. حتما این سیگار از لا آروما رو اینجا امتحان میکنیم. تأکید میکنم لا آروما با توجه به قیمتش برند خوبیه. شماره 10 الپولپو بلیکوسو گرانده، یه سیگاری که اصلا من تا حالا نشنیدم اسمش رو. اگه گیر آوردم حتما امتحان میکنم اینجا براتون. شماره 11 یک سیگار کوبایی دیگه رومو ای خولیتا لینی دی اورو هیدالگوس. یک کامیون فقط بعد اسمش رو بکشه. یک سیگار از رومو خولیتا یا رومو جولیت خودمون. این سیگار هم سیگاری هست که من امتحان نکردم، هیچ نظری راجبش ندارم، ولی به احتمال زیاد توی 25 تا سیگار برتر حتما رومو جولیت یا رومو خولیتا حتما جا داره. شماره 12 ترینیداد غیر کوبایی اسپریتا سری نمبر 1 بلیکوسو. اتفاقا این سیگاری که من امتحانش کردم، من خیلی سیگارهای غیر کوبایی که از اسمای کوبایی استفاده میکنن رو شخصا نمیپسندم، دوست ندارم.
این سیگار رو اتفاقا امتحان کردم. این سیگار اصلا خوبی نبود و خب شماره 12 رو اینجا گرفته. به احتمال خیلی زیاد خریده دیگه، جایگاهش رو خریده. به احتمال زیاد همشون جایگاهشون رو خریدن به غیر از کوبایی ها. شماره 13 My Father Le Bajo 1920 200 Años Le Corona Especial. سیگارهای مای فادر سیگارهای بدی نیست. این سیگار رو من امتحان نکردم، میذارم تو لیست تا اینجا با هم امتحانش کنیم. 14 Long Live the Queen Ace of Heart از کالدول. کالدول سیگارهای خیلی خوبی تولید میکنه. اتفاقا این سیگار رو مخصوصا من دیدم توی لیست های دیگه هم بود. شاید این جزو معدود سیگارهایی باشه که جایگاهش رو نخریده باشه. شاید این سیگار رو حتما با هم امتحان میکنیم. صاحب و یکی از بنیانگذارهای این برند آدمیه که خودش دانشگاه رفته ریاضی خونده، آدم تحصیل کرده و باهوشی هستش. احتمال میدم که این سیگار خوبی باشه. حتما نمیذارم تو لیست که اینجا با هم امتحانش کنیم. شماره 15 اشتون وی اس جی لوژن. این رو من نکشیدم ولی ریویوهای خوبی راجبش خوندم، شنیدم که سیگار خوبی هست. این هم میذارم تو لیست که اینجا تو سال جدید با هم امتحان کنیم ببینیم که چه جور سیگاری هست. اشتون البته برندی هستش که بیشتر معروف به درست کردن سیگار برگ های طعمدار. بنابراین من خیلی طرفش نرفتم، خیلی اشتون استفاده نکردم، ولی این گزینه رو میذاریم تو لیست ببینیم که چجوریه. شماره 16 کوهی با پیرامید اکسترا، سیگار کوبایی که من تا حالا امتحان نکردم، به احتمال زیاد بعد سیگار خوبی باشه. شماره 17 مونته کریستو غیر کوبایی 1935 anniversary ادیکشن دیامنت گرانده. خب من به سیگارهای غیر کوبایی که از اسمهای کوبایی استفاده میکنن خیلی علاقه‌مند نیستم. این هم از اون سیگارهایی که من نکشیدم و اطلاعات زیادی راجبش ندارم، ولی شاید بذارم تو لیست و امتحانش کنم ببینم که چجوری هستش. شماره 18 تا تو آه میامی هاوانا کازادورس. خب این برندیه که سیگارهای بدی تولید نمیکنه، ولی سیگاراش در حد 25 تا سیگار برتر سال نیست. با این حال این سیگار رو هم من میذارم تو لیست، شاید حالا این سیگار خوبی باشه. شماره 19 فورین افر بایلانشیو سیگارز کرونا. این سیگار رو من امتحان نکردم، البته یک ریویو هایی ازش دیدم. ظاهرا سیگار بدی نیست. این هم میذارم تو لیست که ببینیم چه جور سیگاری هستش. ولی در کل تمام سیگارهایی که تا اینجا خوندیم و غیر کوبایی بودن، بعید میدونم که حالا به غیر از پادرون که حالا اون مدل خاصش نه، ولی حتما پادرون یه سیگار میتونه تو 25 تا سیگار سال داشته باشه، یا فونته هم شاید میتونه یک سیگار تو سیگار سال داشته باشه، ولی نه این مدلی که اینجا معرفی شده بود. سیگار بعدی اولمک کلارو کرونا. این اتفاقا این سیگاری که من امتحان کردم اصلا سیگار خوبی نیست، اصلا جایگاه درستی نداره تو 25 تا به هیچ وجه به نظر من نمیتونه قرار بگیره. سیگار شماره 21 لا فلور دومینیکانا دبل لیگرو لانسرو. LFT سیگارهای بدی تولید نمیکنه. حالا سیگارهای لانسرو چون سیگارهای نازکی هستند خیلی مورد علاقه من نیستن، ولی خب علاقمند هستم که از برند LFT حتما یک سیگارهایی رو اینجا با هم ریویو بکنیم. شماره 22 اوزگرنر فامیلی سیگارز بوسفوروز
B52. من خودم تا حالا این سیگار رو نکشیدم، البته ریویو های خوبی راجبش دیدم. حتما این سیگار هم میذارم تو لیست که اینجا با هم امتحانش کنیم. شماره 23 رافائل گونزالس کورونا د لونسده، یه سیگار کوباییه که این رو هم من امتحان نکردم و اطلاعاتی راجبش متاسفانه ندارم. 24 پادلا میامی 811 چرچیل، این هم اسمش رو من تا حالا نشنیدم، برای اولین باره که اسمش رو میشنوم. نمیدونم که سیگار خوبی هست یا نه، بررسی میکنم. اگر که به هر حال قابل نقد و بررسی بود حتما اینجا با هم بررسیش میکنیم. و اما سیگار آخر وستامپا رد روبوستو، این هم از اون برندهایی که من تا حالا ازش امتحان نکردم. وستامپا یه دونه باید ازش امتحان کنم ببینم که چجوری هست. الان هیچ نظر خاصی نمیتونم راجبش بدم. سیگار افیشنادو ای کاش که واقعا حداقل 50% لیستش رو یک مقداری واقعی تر انتخاب میکرد، به سیگارهای خوب اختصاص میداد تا بشه بیشتر از این حرفا روش حساب کرد. به هر حال امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.